مردی بود که خداوند او را به بلای قرض گرفتار کرده بود. مرد هر روز پشت خانه‌اش قرضداراش می آمدند. از خویش و تبار و یار و رفیق به این بلای قرض گرفتار شده بود. خلاص مجبور می شود نزد یکی تاجرا می رود و میگه که 500 درهم برای من بده تا قرضم پرداخت بکنم. تاجر میگهش کی پول برمیگردانی؟ میگه فلان روز. 500 درهم میگیره میاره، تمام قرضاش میتیه، به خودش 1 درهم دیگر هم نمیمونه. اون روزی معین کرده شان میرسه. تاجر نزد این مرد میره، در این مرد میزنه. مرد در باز میکنه که صاحب قرض همون تاجر میگه امروز روزی است که باید قرض مرا پس بگردان. مرد میگه قسم به خدا 1 درهم در خانه ندارم، حالم خیلی وضبین است. مرد میگه برای من فرق نداره، تو روزش گفته بودی، روزش آمد، باید قرض پرداخت کنی، وگرنه نزد قاضی میبرم تو را زندانی میکنم. خب میگه میریم نزد قاضی. هر دو نزد قاضی میروند. تاجر و قاضی میگه که همین مرد از من 500 درهم گرفت، گفت که در فلان روز میارم میتمد، اما روزش رسیده است، میگه من پول ندارم که پرداخت بکنم. قاضی از این مرد میپرسه که آیا از این 500 درهم گرفتی؟ میگه بله گرفتم. نمیخوای پرداخت کنی؟ میگه ندارم پرداخت کنم. قاضی میگه پس مجبورم که تو را زندانی کنم. مرد میگه برای من اجازت بده خانه برم تو با خویش تبار و زن و فرزندم خیر خوش کنم. با اونا چیزی نگفته بودم. قاضی میگه ضمانت یعنی گارانتی چی است که من تو را جواب بدم؟ مرد صالح که بود میگه گارانتی ضمانتی ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. ای قاضی میگه من تو را شاهد میگیرم، اگر من این قرض پرداخت نکنم فردا روز قیامت شهادت بده که من امتی رسول خدا علیه الصلاه و السلام نیستم. قاضی میگه خب تمام بره، ضمانت تو رسول خدا. مرد خانه میآید، زنش او را پیشواز میگیرن و به زنش میگه که باید من آماده شم، فردا نزد قاضی میرم برات مرا زندانی کنن. زن میگه پس که تو اگر زندانی میکردن چرا رهات کردن؟ مرد میگه من ضمانت گارانتی رسول خدا را ماندم. زن میگه پس که اگر رسول خدا ضمانتی تو باشه یعنی گارانتی تو باشه، بیا یک جایه به او صلوات میفرسته. زن و مرد شبی دراز صلوات میفرستن به رسول خدا. بالاخره همون به صلوات فرستادن خوابشان میبره. مرد خوابش میبره، در خوابش رسول خدا علیه السلام میبینه. رسول خدا درود و صلوات بر او میفرماید هر کس که مرا در خواب دید به تحقیق که مرا دید، چون که طبق روایت ها شیطان به همه صورت میتونه در خواب انسان بدره، به صورت رسول خدا علیه السلام در آمده نمیتونه. رسول خدا را در خواب میبینه، میگه ای فلان فردا نزد رئیس شهر بره، به او از ما سلام بگو و بگو که قرض ترا پرداخت بکنه. این مرد میگه من چه خیلی اثبات بکنم که من شما را در خواب دیدم؟ پیغمبر خدا میگه من 2 نشانه میگم برای به او رئیس شهر بگو. اول اینکه هر شب او بر ما 1000 بار صلوات میفرست. دیشب خطا کرد یا اینکه مشغول بود کم فرستاد و او را بگو که صلواتای او 1000 حساب شده در نزد ماست. مرد از خواب بیدار می شود، راست نزد رئیس شهر می رود. رئیس شهر میگه که رسول خدا علیه السلام گفت که قرضای مرا پرداخت کن، در خواب دیدم. میگه من از کجا باور کنم که تو واقعا رسول خدا را در خواب دیدی؟ گفت رسول خدا گفت از من سلامش برسان و بگوش که هر شب برای من 1000 بار صلوات میفرستاد، اما دیشب فراموش کرد یا کاری زیاد داشت، 1000 مراتبه پران به ما صلوات نفرستاد، اما صلواتاش همش 1000 به ما رسید. رئیس شهر آب چشم میکنه، از بیت المال از خزینه مسلمان ها 500 درهم به این مرد میتید، 2500 دیگر از حساب خودش برای این مرد میتید. مرد این 3000 میگیره میره و نزد قاضی میخواه قرضش پرداخت بکنه.
وقتی نزد قاضی داخل می شود، قاضی با یک شوق ایره انتظار است. از جاش بر می خیزه و به یک آب دیده این مرد در آغوش می گیره، میگه ای مرد خدا، به برکتی تو امشب من رسول خدا را در خواب دیدم. گفت که اگر قرض ایره پرداخت کنی در روز قیامت حسابت بر ما. 500 درهم بگی که به برکتی تو من رسول خدا را در خواب دیدم. در اثنای صحبت کردنشان در میزنه، در باز میکنن. همون تاجری که بر رسول خدا بر همین مرد 500 درهم داده بود، وقتی در باز میشود دویده میآیه، همین مرد در آغوش میگیره، میگه ای مرد، به برکتی تو من رسول خدا را در خواب دیدم. گفت اگر 500 درهم از این بنده خدا اگر ببخشی، ما روز قیامت را میبخشی. و مرد تاجر 500 درهم میبخشه، باز 500 درهم دیگهش میده. خلاص مرد با قرض شب خواب شید، سحر خیز 4000 درهم داره. شاید در اون وقت یکی از بایها، یکی از ثروتمندهای همون منطقه گشته بود. برای همین رسول خدا را صلوات فرستادن برای ما خیلی کار مشکل نیست. اما چرا ما نمیفرستیم؟ مشکل در این است که قلب‌های ما دور شدن، قلب‌های ما به مثل آهن زنگ زده شدن. پیغمبر خدا علیه السلام مانند قلب، معنی حدیثه که قلب مانند یک ورق سفید گفت که هر وقتی که ما یک معصیت میکنیم در او یک نقطه سیاه میشود تا اون حدی که اون ورق کلگیش سیاه میشود. قلب‌های ما امروزه همون شدن. ما آماده ایم که ساعت‌ها در اینترنت بشینیم، اما آماده نیستیم که 5 دقیقه خاص برای صلوات فرستادن به رسول خدا علیه السلام جدا بکنیم. همون رسولی که روز قیامت همه نفسی نفسی نفسی، یعنی نفسی خودم، من خودم چیکار میکنم میگه، اما او حبیب خدا میگه امتی امتی امتی. آیا واقعا امتی همون جناب رسول خدا هستیم؟ آیا با او صلوات میفرستیم؟ از همین لحاظ باشد که خداوند ما را از جمله ذاکرین بگرداند و توفیق او بده که اگر 2 ساعت یا 3 ساعت اگر در اینترنت مصرف کردیم وقت مانه، حداقل یک مهلت کوتاه هم به رسول خدا و ذکر و دعا برای خودمان مصرف کنیم، برای آینده خودمان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.